اینا توش چی بی؟ دوغ میخوره. برو اینا برو بده. اینا بذار ولی صندوق تو صندوق بگم شاید چیزایی با ارزشی توش پیدا بشه. بگم تیمون خان راست بگفته توش چیزا با ارزشی پیدا بشه. بیا بذار بعد بر اینا این چی بده؟ چیه؟ بذار بعدم برو آره بابا طرف حسابی عتیقه بازه. اینا ببین کلی قیمتشه. ای نگاه کن کار واسیلی کاندیسکیه. آره از ترکیب بندی کاراش خیلی خوشم میاد. فکر کنم از کارهای خوان میرو هم پخته تر باشه. ودازش. من کارهای اکسپرسیونیستا رو بیشتر ترجیح بدم. به نظر من دوره اونا تموم شده. الان دوره کارهای آبستراسیونه. نه بابا اینجوری هم که تو میگی نیست. البته به نظر من هیچ وقت سبک‌ها به طور کامل نمیمیرن. این سبک‌ها در هم تلفیق میشن. اینجوریه. من که اینطوری فکر میکنم. حالا تو نمیدونم. هر کی نظری بده من اینطوری. ببین صداشون داره میاد. الان اون تو هستن. شما این مطمئنی که اینا دزدن؟ ببینم پس که اومدن خواستگاری منو این وقتی شب برای چی میان خونه مردم؟ من فکر وکیلم اینا دزدن. من برم خفه شو وکیلم. نه پسرم تو خودتو درگیر این کارا هم ممکنه اسلحه چیزی داشته باشن خطرناکه. موگو هم ممکنه مسلح باشن. خب وزنن و کشن. حال چه کاریم؟ بذاری کارشانو بکنن خودشان برن. شیرفرها جون من کلی زندگیمو تو کلی عتیقه و من میذارم نگه رو جنازه من رد بشن. خب اگه بریم تو رو جنازه ستامون رد میشن. من برم تو وترسی. من شیرفرهاد وترسم. من نه وترس. من دلم به حال اینا میسوزه چون من الا برم این تو خون وریزم. آقا شما برو نگران نباش. بخوای من برم وکشمشون. نه بابا نه اول پول بگیرم بعد وکشمشون. برو شیرفرهاد تو برو تو نگران نباش. من هوا تو دارم. هوا تو من دارم. میدونی برای چی من تو سن و سال اگه برم سنی ازم گذشته دیگه درگیر فیزیکی نمیخوام با اینا بشم. اون جوونی بود دیگه. پس یه کاری بکن برای که اینا را غافل گیر بکنیم. معدر پشتی ورم این دستگیرشون بکن. آفرین پسرم این فکر خیلی خوبیه. برو ببین صبر کن اون به در پشتی برسه بعد تو برو. من برم صبر کن ببینم که ما اصلا در پشتی نداریم. این کلک زد. راست بگویی این نامرد ما رو وحبیشون. بذار من برم تو ببینم چی بشیدی. خیلی خوب برو ببینم چیکار می‌کنی. از کارهای اکسپرسیونیست ساعته نباشه. عجب نه جونم مانو نمکن. ما غلط وکردیم که وکردیم. اینجوری نباشی باید وکشم. قول بدی تکیار نباشه. قول بدی. به یه شرط براتون وکیل. چه شرطی؟ پول بدیم. بله پول بدیم براتون وکیل. ما مخلصت هم هستی واقعا. برو پول بدیم. پول چیه؟ این دفعه پول زور بید. پول بدیم. بله همش بله. من برمیدم برای پول زوره. صاحب کن ببینم کیوون اینا فراری رفتن. ولشون کن برن. باید میبردیم ژاندارمری تحویل تقرلشون میدادیم. نه بخوان حبسشون رو بیچاره‌ها خریدن. یعنی خریدمشون. به کجا را دارم؟ من نبردونم. بیا بیرون تو سلامت. بیا بیرون. نه کسی نیستم. اینجا کسی نمیده. از اینجا نرفتم. دزدیدن چه ساعته انجام شده؟ من اصلا نفهمیدم. نیست خوبم سنگین بید. هیچی نبشنیدم. تقرل جان من میدونم. من دقیقا میدونم ساعت 3:20 صبح بود. دقیقا به ساعتم نگاه کردم همین ساعت بود. تو ساعت دقیق میباشه. ساعت که خب من ساعت ندارم. ساعت نه. بیبرنه از این اجناس توی خونه لیست برداری کردی؟ خب نه کردم این کار. نه با نگمه چه غلطی میکنی؟ یک ساعت اینجا داری میلولی؟ تو رو بس من چی برداشتم بردم اینجا؟ من داشتم نگاه کردم وسایلش. خب مگه اینجا خونه عمه تا که اومدی وسایلشو نگاه میکنی؟ خب گفتم لیست برداری کن لیست برداری بکنی. لیست برداری بکنم. خب بردشون رو ترکیب و سر بس آبرو من بردی. خب ببین تقرل جان
اینجوری تکلیف ما نمیشه. اگر این دزدا بفهمن خونه ما راه و چایش چیه که ما دیگه خونمون امنیت نداره دورو جان که. امنیت داریم تو این منزل، ما یه کاری اگر ما نبودیم که این خانه سردارا همه را خالی کرده بوده، اینا رو هم و برده بوده. دروغ نگو، تو که فرار نکردی. من دزدا رو فرارشون ودادم. خب از وسایل خانه چیزی هم کم شده؟ روی اون تاقچه یه شمدون کوچیک بید که حالا نبید. همینجا؟ آها. اونو بذار سر جاش. چیو بذارم؟ مردشور اون ترکیب تا برم. پسی چیه؟ استخون ترقوبه تو هستا؟ خب این شمدونه دیگه برده بذار سر جاش. تو چقدر تیز بیدی تو رو چجور بفهمه قایم نکرده بودم اینو. دستکجی تو پاشو را بیا برو بیرون که اول من تکلیفم با تو یکی روشن کنم. برو گمشو بیرون. برو بیرون. فامیلی مثلا تو فعلا این شمدونی پیدا شده تحویل شما. تا بعد. ولی دوست کلن خیلی خوب بید. آدم بتونه پول خوبی ازشون بگیره. باز تو حرف مفت زدی؟ اگه اینا مسلح بیدن که الان یه سوراخ تو شکمت درست کرده بودن. اینم برره رسیدیم آخه. بله بفرمایید. سلام خونه علیکم. سردارخانه؟ بله بفرمایید. شما؟ من یه فروشنده دوره گردم، عتیقجات و اینجور چیزا آوردم. به من گفتم شما علاقه زیادی به عتیقجات دارید. بله درست بهتون گفتن. چی هست الا عتیقجاته؟ همه چی دارین، یه سری بزن اگه دوست داری، یه نگاه بنداز اگه خواستی بردار. ببینم توی اون صندوق چیه؟ این صندوقچه ملکه ویکتوریاست، خیلی قدیمیه. جواهراتشو توی این نگه داشته، ارزشش هم خیلی زیاده. چند قیمتش چنده؟ شما میگم 500 تومن. بابا مثل که سر گردنات چه خبر؟ 200 اگه میدی من ورش کنم. بابا 250 خریدشه. خب بابا جان من 200 طالبشم. میدی بده نمیدیم که من برم تو دیگه. خیلی خب بابا مال تو بردا برو، فروختم. حالا نمیخوامش. اون یکی چیه؟ آخه بابا خودت گفتی میخوام. حالا اون یکی چیه؟ این شمشیر اسکندره، خواستی 700 تومن. 700. اینم 500 من میخوای بهت بدم پولشو. میخری 500؟ اینم نه. حالا این جعبه گنده چیه این؟ این فروشی نیست. همه چی ببین آقا جون فروشیه. حالا بگو ببینم این چی هست؟ فروشی نیست بابا جون. حالا چی هست توش؟ این تابوت خورزوخانه، مومیاییش هم توشه. خب قیمتش چنده؟ بابا جون میگم فروشی نیست. آخه ببین همه چی عزیز من فروشیه. الکی نگو فروشی. بابا قولشو به یکی دادم، طرف میخواد قاشقی ردش کنه اون برم. باشه من خریدارم. چند حالا قیمتش چنده؟ 1000 تومن. من الان برات پولشو میدم. آخه ای بابا آرزو جون خریدنه. چیکاره تو؟ بفرما. اینو بگی بفرما. این که بابا 500 تومنه. اینم بگی مال خانوممه بفهمه پوست از کلم میکنه و مال موهاش بوده. بفرما. بابا این دنگاشتن حالا بگو 200 تومن. برو بینم. برو بینم. یواش به در دیوار نزن. برو بیا. ای بابا خانم جون از چی میترسی؟ این یه تابوت ترس داره. من خیلی ترسم، اصلا جون داره از تنم در بره. ای بابا خانم این تابوت 4 تا تیکه تخته است. یه جنازه هم توشه. نبگو من اصلا جنازه ترسم. ببین خانم این که هر جنازه اینی جنازه خورزوخانه. جنازه خورزوخانه هم تو هیچ موزه ای تو نمیدونی حرفایی بزنی. من از جنازه تو هم بترسم تو خونه باباشه. حالا من بیا جنازه خورزوخان الان باید ببریش بیرون. ای بابا خانم باز گیر دادی ها. بازم گیر دادی. من اصلا دوست ندارم جنازه تو خونه من باباشه. حالا اینقدر جیغ بزنم تا جون از تنم در خانم جان میشینیم صحبت میکنیم در این بار. من جیغ
خیلی خوب بابا میبرم چای میبرمش دست در نمیکنه خیلی خوب. شیرفرهاد جان یه 2 روز این اینجا بمونه، این شاخ شمشاد ترسش بریزه، با موضوع کنار بیاد، بعد میون برمیدارم میبرمش. ها این مسئله ای نیست، فقط یه کمی ما کمبود جا داریم. ای بابا این که جایی نمیگیره که شیرفرهاد دخترم، اینو یه گوشه بزنین روشم میتونین بشینین استفاده کنین. ما که این حرفی نبداره، منتها خود نگهداری هر چیزی یه خرجی داره. آها پس اینو بگو آقا جان من. بفرما. اصلا این چیزا ما آخه باید از شما پول بگیرم. این چیزا اصلا قابل داره. خیلی خوب. حالا بگم این تو چی بید اصلا؟ بابا دخترم این تابوت خرزوخانه، مادرت الکی این میترسه، من 2 روز دیگه میام برمیدارم میبرمش دیگه. آقا خیالم راحت باشه دیگه. راحت؟ بابا جان راحت. خدا شما خواهش میکنم بفرمایید. ای کار بود شما کردی؟ ای حالا ای بوام مثلا چی گفت تو فهمیدی؟ گفت ماموته. نه بابا شما هم که هیچ نفهمی. من که سیف ندارم و گوهم مامود فکر کنم همون فیل گنده ها بید نه؟ گفت خسروخان ماموت داره یه همچی چیزی بگو. نه بابا یه چیزی و گفت شبیه تابوت. من اینجور بشتم. این تابوت من دیدم. تابوت از چوب درست بشه، همین جوریه. این درم داره عین ای. همین قدیه؟ اندازش هم همینه. این طول تابوت من دیده همین قدی بیده. شیرفرهاد اون وقت این شکلش هم همینطور بید؟ دقیقا همین شکلیه تابوت. آره من دیدم قبلا. و گوهم شیرفرهاد تابوت همون نبید که توش مرده وزارن؟ همانه دیگه مرده وزارن. همونه؟ ببین من خیلی دلم برای موام تنگ شده، باید برم یه سر به موام وزنم. تو ومونی همینجا؟ من ومانم. اون وقت شما نترسین که من نترسم. من از آدم از زنده نترسم، از مرده بترسم. خیلی خب پس شما همینجا وشین. من برفتم. وگوهم که یه طبقه بالای خانه وسازه، گوش به حرف نکنه و گوه ننوشه. هرچه وگوهم چطور خانه شاخ شمشاد 2 طبقه بید، گوش به حرف نکنه و که چشم هم چشم. این بارا یه خورده سنگینه، اگه میشه باقی صحبتو بذاریم داخل منزل. ببخشید. حالا هی منتشه بزار. ببخشید تقریبا بنده هر روز دارم این کارو انجام میدم، خرید میکنم. یا دیروز 2 تا گونه نخود بردم منزل اخوی تو. خب او دیروزم یه روز بیت. تازه تو خیلی هم دلت نخواد که بارها یه فامیل یک خان رو اینور اونور بکنی. البته کل خاندان استقرارزاده دارن افتخار میکنن که من هر روز بار برای شما میبرم. تقریبا. بله. شما کجایی؟ من 1 ساعته دارم دنبال شما بگردم. ماجرا رفته بودیم بازار خرید کنیم، برگشتنی و گفتیم از راه فرعی یعنی که یکم هم پیاده روی از خودمون. بله. البته بله راست میگن دیگه، چون که اون راه خیلی کوتاه‌تر، صحبت نمیچسبه. این راه در واقع میون باره صحبت. وگو این که الا چه شده؟ خب چه شده؟ سردار خان یه چیزی آورده گذاشته خانه ما. اگه گفتی چیه؟ نبدونی. حدس بزنی. این تفنگ. این الان 19 تا سوال مانده، یکیش وپرید. تو جورم جا بشه. این نه. ببخشید میشه 20 سوالیو بزنین داخل منزل منده چیز کنم؟ الان 2 تا دیگهش پرید، 18 تا سوال مانده. نه جاندار بیده. این نه. 3 تاش وپرید. مومیایی بیده. مومیایی شوخی میکنی. مومیایی این تابوت خرزوخانه. این سردار خریده آورده گذاشته خانه ما. مومیای خرزوخانم توش بید. من میرم برای مومیای
مومیایی آمنیم ببخشید میشه بگی از کجا فهمیدین مومیاییه؟ خب جوابش ساده بود دیگه اینا هر ابلهی بفهمه آینه تفنگ که نبیده جان دارم نبیده تو جورابم که جا نباشه خب تو چطور نفهمی این مومیایی بیده این نفهمم این نفهم آدم باید حدس میزدم بعد تو جوراب جانشه مومیایی حتما دیگه بله حالا وریم خانه و بینیمش ببینیم باید چه کار باید بکنیم. ببخشید میشه کمک کنیم من اینا رو بیارم یه خورده سنگ چرا نوشد؟ خرزوخان چی بگم مومیایی خرزوخان کجا من چی کار نکنم؟ به کجا برداشتم من اینو کجا برداشتم از اینو دوباره چه غلطی داری میکنی یک ساعت آخه من خیر سرم دارم اینجا کتاب میخونم خبر مرگ من میایم پیدا بکردم چی رو پیدا بکردی؟ این کتاب رو پیدا بکردم چیه این کتاب چی میباشه؟ کتابی دیگه این میفهمم که کتاب چی هسته؟ تو اصلا سواد خوندن نوشتن داری دنبال کتاب میگردی نکبت خب نه من سواد ندارم اما بگروری مجبور بکردم این کتاب رو از رو واسم 10 بار بخونه کتاب سرنوشت خونین بار خرزوخانه مرد شروع ترکیب تو برای نکبت من نگفتم اسم جانور دیگه جلو من نیاد اجازه این دفعه این فرق فیلکوله فیلکوله این وقتی که یک چیزی فرق اساسی وکنه و گویم فرق فیلکوله مثلا اگر تو با من فرق اساسی وکنی و گویم فرق فیلکوله اما اگر من با تو فرق اساسی وکنم و گویم فرق فیلکولینگ و یا این کتابو بخون برای من لابد اگه خیلی همه چیز با هم دیگه فرق بکنن میشه فرق فیل کالینز از کجا فهمیدی فرق فیل کالینز اینو بخون الان شما خودتونم از این قواعد زبانیتون سر در میارین آخه نه اما خب این کتابو تو نبخون اینو من بندازم اونور تربیت تو رو دادم من دادم تو رو ببخش من معذرت میخوام خیلی امر حیاتی توش بود خیلی فرق فیلکوله گفت بخون این قسمت شما بخون اینو بخون تو بخون دیگه نگاه بکن ببخشید خفه شو دیگه اگه میخوای من بخونم ببرون حلقت ها بخون نوشته که خرزوخان بعد از کشته شدن مومیایی شد و مومیاییش در نقطه نامعلومی گور به گور شد چقدر با ادبانه نوشته بعدم که میگه که وروینز یعنی چی وروینز؟ یعنی که وگویند فرق نکنه خواب که اگر کسی مومیایی خرزوخان را پیدا نموده آب جوشیده را با سرکه قاطی نموده گردان خود هم قاطی بنماید به مومیایی تزریق بنماید و تعاند که مومیایی را زنده بگردد باره بابا این مزخرفات چیه؟ نه اینا مزخرف نبید و گفتی چیز سرکه آب جوش گرد نخود بگفتی این نوشته دیگه من چه میدونم خب تو الان بخوندی اینو خب یادم بیفته خداحافظ شیرفرهاد بابا فهمیدی از کجا برداشتش؟ من نودانم این گفت با اینجا باشه فعلا نه حتما اینه و دزدیده حالا بگم که این چرا وذاشته خانه شما گفت این شاخ شمشاد میترسه یه مدت اینجا باشه او ترسش وریزه خب حق داره ترسم و داشته میده دیگه نه شیرفرهاد این توش جنازم میده من این در شوا نوکردم نودانم
کجاست این تابوت؟ تو کجا بیدی تا حالا؟ ببخشید 20 خروار جنس باره بنده کردی انتظار این پا به پاتون بودو هم؟ تابوت اینه پس. ها نه این اتوبوسه، خب این تابوت دیگه. نه منظورم اینه که یعنی قدیمیه، حالا توش چی هست؟ نه تو باز یه چیزی و گفتی که همه وگوان که تو هیچی نفهمی ها. خب تو تابوت چه وزارن؟ شلغم که نوزارن، این مومیایی وزارن، جنازه وزارن. خیلی خوب خودم میدونم بله. یعنی میگم که در این تابوت باز کردیم ببینیم مومیایی توشه یا نه؟ ها نه من باز نکردم. خب چرا باز نکردین؟ ها این نوشت برای اینکه از قدیم ایجا ویگولن سجگه که اگه کسی در تابوت هوا کنه مومیایی و بینه جانش در ورد. بابا این حرفا چیه خرافات؟ من خودم در اینجا نه که یا نوشه نوکن، من دوست ندارم تو جانت در وری. نگرانم شد. ها نه تو قول و دادی هفته دیگه برا من کمان نو بخری. خب بازش بکن مردیم از خب اجازه بدین دیگه. چرا هم چی بکنی؟ چه وحشتناک میده. نه منظورم اینه که این یعنی واقعا مومیایی خرزوخانه؟ نه پس توی تابوت خرزوخان مومیای کی وزارن؟ مومیای عمه کتیه. خب مومیای خرزوخانه وزارن. خب میدونم عمه کتی نیست ولی این یعنی منظورم اینه فوق‌العاده خیلی قدیمیه. مومیایی خود فرعون هم به این سالمی نمونده بوده. میگم این خرزوخان هم عجب آدم جالبی بیده. اینجا نوشته که در سن 10 سالگی راهزنی را شروع نمود. خب این تو کتاب رکوردها هم ثبت شده این راهزنیش. این جوانترین راهزن دنیا بیده. شانس آورده که اون موقع طغرل نبیده وگرنه حالش میکردم. شانس ویوان زنده باشه من حالیت وکنه. چی گفتی؟ هایی من گفتم حالا شانس ویوان که تو نبیدی، ژاندارمی نبید که من تو اونو حالشو بگیره. نگاه کن اینجا چی نوشته؟ نوشته که خرزوخان خرزوی کوچک یک خرس قوی هیکل را در سن 11 سالگی با دستهای خودش خفه نمود و حلقش را در آورد. اون موقع ویگولن که هر موقع مردم اونا بودن از ترس مورمورن اینجور بیده. دلم میخواد قبل از اینکه خرزوخان را ببینم اون کسی که ادبیات دستوری شما را اختراع کرده اون من ببینم که یک تیر تو اون حلقش من خالی بکنم که همچین دستور زبان دیگه اختراع نکنه برام. این اینجا باش همینجوری باش. آفتابه را آب کردی؟ پر کردم اونجا بید برا تو. این کتاب همینجوری باشه گم نشه صفحش من بعد بیام چشم. یادم اشتباه کردم. ببخش خب اشتباه کردم. کجاش بید؟ نمیخواد حالا بر من پیدا کنی برکم شما بر. خب این گردون خودش آب جوشم که ریختم اینجا سرکم که داره. حالا آب جوش من این حرفا حالیم نبید. قدیمی بید که بید اصلا حق ندارید اینو بیارینش اینجا. ببین خانوم بالکن نیست دیگه. خانوم جون من عاشق عتیقه جاتم. کلی هم پول این تابوت رو باز حرف اینو بزدی ها و گفتم نگو. یا اینه شاخ شمشاد خانوم البته به خودت هم مربوط بود. اما من اگه این کیانوش و گوی عاشق چیز دیگه ای بیدم این زبانش ها میخ کنم به طاق دهانش. من که حرفی نزدم. این چی داره میگه به من؟ خب حالا بخواین مومیایی رو چه بکنین؟ من نودونم هر کاری بکنی اینجا حق نودنی بیارینش ها. من دیگه نمیدونم. آقا من چی جوری تو خونه بخوابم که توش مومیایی بی؟ بعد اینش به این شادونه اینا خب من چه نکنم؟ شادونه جان همچینم سالارخان چند قدمی با جنازه فاصله نداشته بید. حالا اینم بعد بشه دوتا. کیوون اگه موات یه بار دیگه به موهای اینا اهانت وکنه من کلت وکنم. اهانت وکنی که یه لحظه به من اجازه بدین. عجیبه ها. اجازه بدین تمام دنیا این
مومیایی رو میخوان، شما سر نخواستن اشتباه میکنین. خیلی عجیب، کاراتون همه برعکسه. این همه دنیایی مومیایی رو برای چه بخوان؟ خب برای مومیایی چیزی هستش که هر جای دنیا پیدا نمیشه. اصلا اگه نمیخواین بدین من خودم نگهش میدارم. نه من مومیایی خانم نگه نودارم. تو که از این چیزا نمیترسیدی که نکنی تو هم میترسی؟ نه این من نترسم، این حوصله مهمان نودارم. اصلا من بگوام این وزاریمش دمه در دختر چون حرفایی میزنی من 500 تومن پول پای این تابوت دادم، تازه انگشتر موهای شاخشمزاد چیزه. تو چه و گفتی؟ هیچ خانم، من که حرف دادم، من اصلا صحبتی نکردم. تو انگشتر موهای شاخ شمشاده به کی وفا؟ ببین خانم، من انکار میکنم هیچی هم گردن نمیگیرم، من اصلا غلط کردم حرفی زدم، ولم کن. ولی من تو رو وکشم. اجازه بدین به من یه لحظه، اجازه بدین به من. 500 تومن که پولی نیست این مومیایی رو به هر موزه‌ای شما بفروشین حداقل 500,000 تومن بهتون پول میدم. ای چه و گفتی؟ گفتم حداقل 500,000 تومن بهتون پول میدم. من وگوهم تو الان این ماس اینجا ور ماسیدی که چه باشه. خب برو این مومیایی رو وردار بیارش اینجا. این نوشت. این نوشت. چرا؟ برای که الان مومیایی خانه ما بیده. سب کن ببینم، پولشو من دادم، خرجش من کردم، بعد خونه شما چی کار میکنه؟ اینه که یانوش ما اینه بخریم. آقا در جنازه من رد بشین. نه دعوا نوکیلید، این مومیایی مال من بید. حالا فعلا که خانه ما بیدن منم به هیچ اصلی ندارم. مگه پشکم مومیایی مال من بیدن، خانه من بیدن. خورزوخان، من وی اومدم نجاتت بدم، وی اومدم تو رو زندت بکنم، بریم با هم برره رو وگردیم. خورزوخان، رفیق تنهایی های من، تو رفیق دوران توهم من بیدی، تو زمزمه های توهم اشغولانه من بیدی. الان بخوام زندت بکنم، بر بگرد. بر بگرد. خب ببخشید اگه درد بداره. این صدای چی بید؟ این یکی از خودش عربده در بکرد. من فکر بکنم این صدای کیوون بید. چه تهمت در وکیلی؟ من کی بیدم؟ فکر کنم صدا از بیرون اومده. مگه غیر از ما کسی دیگه هم تو خانه بید؟ نه فقط مومیاییه. مگه مومیایی عربده میکشه؟ واسه میرم. این شده. این دو برره اینجا چی کار میکنه؟ به نظر نباید که کاری بکنه، به نظر باید که مرده باشه. نه نبضش میزنه، بیهوش شد. نه این از اولش هم هوش درست حسابی نبداشت. این مومیایی چه شده؟ نفهم این کار همین چرمنگ بید دیگه و دزدیدتش. خودش اینجا بیهوشه، چجوری اینا دزدیدن؟ داره تکون برخوره. پدرزاده عزیز من داره تکون برخوره. به هوشمندی من. تو براره؟ خوب بیدی. اینجا کجا بید؟ اینجا کجا بید؟ اینجا خونه ما بیده. خونه شما بید، پس من اینجا چیکار بکنم؟ این یه ذره هوشی هم که داشته و پریده. حالا من یادت نیاد. تو انبه شاخی بیدی.
آمده بیدی که به من پول بدی ها؟ حالا مزخرف نوگو، باید ببینیم این مومیایی چه و شده. چی و گفتید؟ مومیایی. مومیایی؟ یادم مومیایی خورزوخان کجا برفت؟ من زندش نکرده بودم. از ما بپرسی، ما که اینجا نبیدیم. تو از خودت بپرس که چه کارش کردی. من یادم بیومد، من بیومده بودم بهش آمپول بزنم که اینو زندش بکنم. ببخشید به مومیایی می‌خواستی آمپول بزنی؟ بخواستم آمپول، تو کتابش نوشته بود که اگه آمپول بهش بزنی زنده بشه، جان بگیره. شوخی هم ندارم، این من آمپول بهش بزنم که زنده بشه. آمپولو که وزدم این عربده از خودش در وکل، من نزدیک بید که من سکته بکنم. بعد جلوش تعظیم بکردم که پاچه خاری بکنم، اما این بعد دیگه نفهمیدم چی بشد، وزد تو سرم آخسران درد نکنه. یعنی الان ببخشید این مومیایی فرار کرده؟ اینا باید وگردیم اینجا پیداش وکنیم. صبر کن ببینم، مومیایی به این گرون قیمتی رو ما ولش کردیم همینجوری داره میره؟ نه اجازه بدیم ببینم این الان فرار کرده؟ زندش بکردم فرار بکرد. خب بریم بله ببخشید یعنی الان این مومیایی زنده شده؟ 100 دفعه گفت زنده شده دیگه، باز بپرسی. یعنی الان این مومیایی که زنده شده تو این خونه داره راه میره؟ شاید هم نشسته بید، معلوم نبید. فلکی درمان نکنید دیگه شما. حالا چه کنیم مومیایی فرار نکرده؟ حالا چه باید بریم کل این خونه دنبالش وگردیم پیداش بکنیم. نه بذاریم بریم بیرون، خطرناکه این مومیایی زنده شده. صبر کن ببینم آقا کیانوش، مومیایی به این گرون قیمتی داره تو این خونه راه میره، بعد ما ول کنیم بذاریم این خونه بریم بیرون؟ فکر خوبی بید. من و گوهم بریم دنبالش بگردیم. ببینم خب اینا رفتن دنبال این مومیایی خطرناکه. نبدونم، اما خیلی عجیب بید. من توی این کتابش نوشته بید آمپولو که وزنم با هم دوست بشه، بهم احترام وزاره، اما منو وزد نبدونم چرا. چقدر بامزه بید. من یه مومیاییم، یه مومیایی خطرناک. میدونم عزیزم، ما هم داشتیم دنبال تو میگشتیم. دنبال من؟ خب آره دیگه، ما صاحبای تو بیدیم. سردار تو رو خریده، حالا باید با ما ویای. بیام کجا؟ من یه مومیایی خیلی خطرناکی هست. من میمیرم واسه خطر. آره قربونه. پس یعنی از من نمیترسین؟ خب برای چی باید بترسی؟ آخه من یه مومیایی خطرناکم. خب میدونم، ببین به زبون خوش پسرم خودت بیا پیش ما، قول میدم هیچ کاریت نداشته باشی. آخه ما میخوایم تو رو بفروشی. بفروشی؟ بابا شما زده به سرتون، بری کنار میخوام برم. نه اون چیه؟ کدوم؟ اون فیل فرار کرد، گولمون زد. سردار خواه از این جنازه گول بخوری آخه تو. نه بابا از این خونه نمیتونه فرار کنه، همینجاست، خیالت راحت باشه. شما نمیترسین؟ نه. یعنی شما مومیایی نمیترسین؟ نه. ببینی؟ یعنی شما مومیایی نمیترسین؟ نه. ببینی همه جای دنیا از مومیایی میترسن، چون مومیایی میتونه آدم بخوره. تو که غذا نبخوری ها. خب میتونم بکشمتون که. نه تو چطوری بخوای ماره بکشی؟ تو خودت مردی، اون وقت چطوری بخوای ماره بکشی؟ یه حرفا بزنه ها. آخه این حرف تو بزنی یه مرده بچون آدم زنده رو بکشه؟ بابا شما دیگه چه دیوونه هایی هستین. برو که و به مومیایی این نگه بخوای فرار بکنی، اون وقت من مجبور باشم یه بار دیگه تو رو بکشم. این خودت مثل بچه آدم تسلیم بکن، ما بخوای بفروشیمت. اون چیه؟ کدوم؟ اون کلام.
گل وخوردیم. خوش بچو که چی شد گل نخوردیم؟ وای یه مرده ما رو گل نزد. ها نه نگران نباشی، این جای دوری نبتونه بره. الان به سلامتی کجا داری وری؟ از تهران برو کنار. من یه مومیایی خطرناکم. آی من الان خیلی ترسیدم خیلی. آخه جنازه تو ترس داری آخه پیزوری، اونم جنازه‌ای به این گرانی. ولم کنید دیوونا، دست از سرم ور دارید. نه کجا بری؟ پول بده. پول؟ پولم کجا بود؟ پول زور بده. پول ندارم من که بابا. جوانیم نباشی من پول راست بگو ای جنازه که مومیایی که پول نوداره. راست بگویی من پول بخوام چیکار بکنیم؟ خدا من وگوام من نگاه مومیایی من با من باش. وگوام اینو وفروشیمش پول وگیریم. بفروشینم؟ چی؟ راست بگوی قیمتی خوبی بداری وفروشیمش. این بهتره. پول خوبی. یا چه پولی بده. بابا ولم کنید. آخه این کارا چیه؟ فکر کردی؟ ولت وکنیم که وری؟ فکر میکنی ما همینجوری میذاریم این همه پول بپره بره؟ پول؟ آخه پول کجا بود؟ من پولم کجا بود؟ آزادیت نکنیم تو خودت نمیدونی که چه ارزش داری. ببخشید یه سوال، جناب شما مومیایی هستین واقعا؟ نه آقا مومیایی کیه؟ من از افراد تیمون خانم اومده بودم اینجا واسه دزدی. واسه ببینم تو مومیایی نبیدی؟ نه بابا مومیایی کیه؟ اصلا خودتون می صورتمو وا کنید ببینید. اینه. راست بگویی؟ آره. این که آدم دیده. بله آدم. یعنی پولمون برپرید؟ نه نباشی من پول بخوام. صبر کنی. من الان یه فکری از خودم در کردم. کسی چه بدانه که این مومیایی نبیده؟ یعنی چی؟ یعنی وطانیم همین جوری اینو وفروشیم. بفروشیم؟ بابا ولم کنید بذارید برم. باریکلا پسر، آفرین به اون فکره. چطور این فکر به خود به مغز من نرسیده؟ اجازه بدید یه لحظه. ببخشید عذر میخوام. ایشون خودشون دارن میگن که من مومیایی نیستم آدمم، بعد میخوایم بفروشینشون. شوخی میکنن. مگه ما با تو شوخی داریم؟ آدم زنده میخوایم بفروشین؟ به پولش فکر بکن. باشه شروع کنیم دیگه. شروع بکنیم. بابا ولم کنید. بابا جون مادرتون ولم کنید. بابا به جون شما زنم بچه دارم. بابا به جون شما زنم ببخشید یه لحظه، این زنده است داریم میفروشینش. چقدر یه حرف بزنه. اصلا چرا من حرف میزنم؟ بفروشیم بره. صبر یه لحظه سیل. خب یه نفر بلند شه یه 4 تا چایی بیاره. برو دیگه. یه لحظه. چه خبره سردار جون؟ 2000 تومن گرون میگی آقا؟ بالا نگفتم آخه یعنی چی؟ من اگه قرار باشه اینو بخرم، حالا هرچی هم که قدیمی باشه، 2000 تومن به 2500 تومن تخت جمشید خریدم. دیگه خودت لوس نبکن. اینه بخر برو. بخر پولشو بده. اصلا میدونی چیه؟ من 1.6 بیشتر نمیخرم سردار جون. ببخشید من توی این خرید و فروشتون دخالت میکنم ولی اینی که اون تو آدم زنده است. سهرناز این شعر تو کلا نفهمه. این درست نباشه. این نفهم باز حرف بزن. اصلا من نمیدونم شما اینو چجوری تحمل میکنی؟ به قول یه مسئله برره اصلا نبفهم. به سختی
اصلا حالا تکلیف ما روشن کنی. فروشنده هستی سردار جون یا نه؟ آقا جان ببین ما فروشنده ایم، تو هم بخر ببین چقدر چونه میزنی دیگه بابا. ببخشید من مجبورم دوباره دخالت کنم توی این در واقع خرید و فروش تو. این زنده است، اون توه آدم زنده است، مومیایی نیست. بابا تو یه چیزی میگه قد سخت نگیر بابا. اتفاقا مومیایی که سخنم بگه بهتر میخرن، گرونتر میخرن. بیا سردار جون 1 و 600 خیرشو ببینیم. هایی دست درد داره داد بزنی. یه لحظه گوش بگیری. بابا من خدمت بله این میگه من زن و بچه دارم، مومیایی که زن و بچه نداره که حرف میزنه. بهتر گرونتر میفروشم. چی میگی تو اصلا؟ خیلی ممنون. خدا این خرزوخان کجا برم؟ من خودم تازه زندش کرده بودم. خرزو خرزو من برم دنبالش برم. خرزو من 200 ملیجک بابا بیا یه دری پنجره چیزی واقع کن پختیم گرما اینجا. بابا واقعا این بخار غازه عجب درد سر بداره ما نودونه ما. بابا جان من چرا در و پنجره باز میکنی؟ خب یه ذره این بخاری رو کم کنی این گرما کمتر میشه. چرا این به فکر خود من نرسیده بود؟ راست میگی. ملیجک یه چند تا چایی برده بیار. بیا بعدش هم یه خورده شعله این گاز کم کن. سردار جون میگن دیروز پریروز که پنجشنبه جمعه بود این بخاری رو خاموش میکردین که اینجا این حموم نمیشدن در. چرا این به فکر خود من نرسیده بود؟ نگران نباش اون با من. ببینم ببری تو اینجا چیکار میکنی؟ خب من اینجا جای سالارخان و شیرفرهاد اصلا سالارخان و شیرفرهاد کجا؟ آخه مگه نمیدونی مسابقات شمشیربازی زنا تو فسا خب داره برگزار میشه. خب سحرناز اونجا شرکت کرده تو مسابقه. ببینم سحرناز مسابقه داره، شیرفرهاد و سالار برای چی رفتن؟ خب اونا باش رفتن دیگه. رفتن که یه موقع سرداد کسی اونی عمل کشید. خوبه دیگه بهانه دستشون افتاده 2-3 روز نناشون رو بپیچونن. بابا کاش که این بهانه دست ما میافتاد یه هفته میتونستیم زنامون رو نبینیم. آره جون تو. برای جک تلفن بردار. الو سلام بخشداری برره ملیجک میدم بفرمایید. الو گوشی ملیجک ببری الو بفرمایید. اگه من خواستم بگو تو جلسه است، اگه خانوم بود بگو تا آخر وقت نمیاد. بابا عاشه بابا. الو بفرمایید. صحیح چقدر؟ باشه چشم. شما آقای بعداً تلفن میزنی؟ خب باش. قربون شما. خداحافظ. خداحافظ. کی بود؟ یه آقایی بود گفت شاخ شمشاد خانم رو دزدیدن، باید سردار خان پول بده تا آزادش کنه. بازم گفت که برای اینکه مطمئن باشید که من درست میگم برید تو خونه پیغامتون رو ببینید. پیغام منو جون تو. بابا بی خیال بابا مردم آزار بوده. آدم رو با کجا اصلا برره آدم رو با نداره بابا علکی بوده ببری جون. آخه تو که حالی دیگه ببرید خونه پیغاممو ببینید. نگفت چقدر بخواد. شاید تو اصلا آدم هستی مادرت ودا شدن اون وقت دنبال پولش بده. خب نه وخواستم از اینی قیمت کردم ویاد. خیلی خوب آقا جان چرا نشستین؟ اون با من بلنشین بریم ببینیم خونه ما چه خبره. آره من موافقم. باشه بریم. باشه بیا جانی بیا بریم ببینیم. ما اومدیم. الو شما؟ ببخشید رفتن چه پیغام شما رو ببینن. ای روبا آینده، ای آدم روبا، ای آهن روبا. باید تو رود اینو وزده بودن این در ورودی خونه ما.
این توضیح بدم این آدمیه که سر نداشته بید، یعنی کلش این طرفه و افتاده. یعنی چه معنی مفهومی میتونه داشته باشه؟ عجیبه. یعنی واقعا شما نمیدونین این در واقع چه پیام مهمی داره میده این عکس؟ چرا؟ در واقع من یک چیزهایی از این فهمیدم. این یک دودکش بخاری گازی می باشه که خوب تنظیم نشده، در اثر خوب تنظیم نشدن و کوپ کرده و دودش پرت شده اون طرف. پس حتما این شخص رو گاز گرفته، کلش کنده شده، افتاده اینجا سیاه و کبود شده. یعنی چی؟ نخیر، در واقع اینو گروگانگیرا فرستادن. معنی و مفهومش هم اینه که اگر اون پولی رو که ما میخوایم ندین، در واقع سر شاخ شمشاد و بیخ تا بیخ ما میبریم میندازیم اینجا تو این منطقه. این یعنی شاخ شمشاد الان؟ شاخ شمشاد خیلی خوب واردی آقا کیانوشا. خب بسا چیزا کیوان جان، شما میتونید دقیقاً به من بگی که دقیقاً چه ساعتی اولین تلفن به شما شد؟ بله دقیق ساعت 11 تا 12. شاید هم 12 و نیم زنگ بزدن. فکر نکنم. به نظرم به این دقت. خب لااقل میتونی دقیقاً بگی چی پای تلفن به تو گفت؟ دقیقاً و گفت پیام‌ها تو وگیر پول بدی. یه چیزی تو همین مایه ها گفت. خب اصلا بلش کن، تو اصلا الان بابات کجا هستا؟ الان بوا خونه نشسته بید منتظر تلفن. دارم حرف بزنم. تلفنی گروگان گیرا بید که فی بدن، یعنی چی بدن؟ ببخشید قیمت بدن. این نفهمه، تو هیچی نفهمی. ببینم تو داری چی کار میکنی؟ جانم چی کار داری میکنی شما؟ من دارم یه گزارشی تهیه میکنم، چون که سحرناز که رفته شب. لیلون خانم هم خوب نیست این ماجرا رو بفهمه. به هر حال چون مادر ایشون رو گروگان گرفتن، من گفتم خودم بیام این گزارش رو تهیه بکنم. گزارش بر من تهیه میکنی؟ از کدوم سرویس خبری پول میگیری که به حوزه استفاضی من نام جلوه بدی؟ شوپد! من کارم اطلاع رسانیه. خب من اومدم اینجا. بس من حقتا اون زمانی که این قضیه به خوبی و خوشی تمام بشه، گروگانگیر نامرد دستگیر بشه، گروگان مورد نظر به خوبی و سلامتی به آغوش گرم خانوادش بر بگرده، اون موقع اطلاع رسانی بکن، از مام تقدیر بکن. از این گذشته قربان، ایشون از روز اول میخواستن پرسنل ژاندارمری رو زیر سوال ببرن. پس شما بی زحمت اول اون لباس شهربانی از تنتون در بیارین، لباس ژاندارمری بپوشین تا با هم یه صحبتی بکنین. بله اینم میشه. این مگه لباس شهربانی هستا؟ قربان خب بله معلومه، لباس شما لباس ژاندارمری، لباسش اصلا رنگش مشخصه. آخه بغری شکر اخلاقو کی بهت گفته که لباس شهربانی بپوشی بیای تو ژاندارمری؟ قربان من که روز اول گفتم وظایف من تعریف شده است، به خاطر همین بود. خودش رو وظایف تعریف شده به من القطا کی بهت لباس رو داده بپوشی بیای اینجا؟ من تا اومدم اینجا گفتن جناب تغرل گفتن این لباسو بپوش، منم گفتم چشم. من گفتم این لباسو بپوش. به سیبیلتون قسم، به من گفتن آقای تغرل گفتن اینو بپوش. مرد شورون ترکیب تو رو ببرن. 90 قسمت من سر کار گذاشته وای دیگه بس وکیلی دیگه اصلا من خود وکیلی. موهای منو ورداشتیدن، شما دارید سر لباس دعوا وکیلی. خب کیوین جان، شما به من بگو که در این قضیه آدم ربایی شما به کی مشکوک میباشی بابا؟ به یکی مشکوک میگم، این کیانوش مشکوک. بله. به من چه؟ به من چه ربطی داره؟ بس به من حرکتا. چرا به این مشکوکی؟ بتونم توضیح بدم. ببینید آقای تغرل، جماعت برنه‌ای جماعت مردی بیدن. اگه پولی بخوان ویان تو چشای آدم زل وحشدن و کوان پول وده، پول زور وده. ولی این شهری ها این سوسول بازی ها رو ودارن، ما آدم رو وداشتن، نمیدونم تلفن وحشدن، پول وده نودی وکشیم. اینا مال شهری ها بید و چون تنها شهری این برره این کیانوش بید و خود این فهمید که این نقاشی و معنیشو، فکر نکنم خود این بیده این آدمی. اون با من اون با من. بله سلام علیکم. سلام علیکم
خب چی شد سردار زنگ زد دلم نصف سیر و سرکه تو خونجان داره میجوش. عجب آدمای نامردی پیدا میشن. واقعا چرا با این پیرمرد این کارو کردن؟ نگران نباش سردار خان، الان اینو وصل میکنه به تلفنت، شمارش میفته روی جون تو. خب این که چی؟ به چه درد میخوره؟ خب این وقتی شمارش بیفته بعدش ما آدرس اون طرف رو پیدا میکنیم. بعدی هم که پیدا کردیم با یک عملیات گازنبوری محلش محاصره میکنیم، گروگانها رو آزاد میکنیم. اصلا این کارو نکنی. البته یعنی میخوام به کسی صدمه بخوره، والا خودش خسته میشه ولش میکنه میره. بعدی که حالا به هر حال. خب کیبون شما اون طرف که زنگ زد گوشی رو بر میذاری اول طرف خوب صحبتاشو بکنه، شرایطش هم بگم، عصبانیش نمیکنی، نمیترسونیش از چیزی، خوب معطل میکنی که او شمارش هم پیدا بکنه. شمارش که پیدا کرد علامت میدیم تو دیگه قطع کن. فهمیدی؟ فهمیدم. عمرن اگر فهمیده باشه، به جان خودم اگر فهمیده باشه. شما بذاری این زنگ زد من صحبت کنم با هم. نگاه وقتی دیدی وقت به هم دستش لاپورت ودی. لاپورت ودم؟ برو بابا، من میخوام اینا کمک کنم اصلا به من که. موها جونم چه بلایی سر موهای من وای بردن. من موها از شما موهای من کجا؟ دخترم نگران نباش، اون با من هنوز که اتفاقی نیفتاده که. توبرون من موها از شما بخوام، اگر یه مو از سر موهای من کم باشه ژاندارمری رو سرت خراب کنم. گوشی رو بده بهش. بده اونا بده. الو من کیبون پسرش میدم، اگه شرایطی برداری بگو. 2000 تومن بخوای وضع یه چرخی بزنیم قیمت دستمون بیاد. وزن همش بزنه. مگه آشکه همش بزنه؟ مزخرف چرا میگی؟ چیزش کن. اینو چی میگن؟ گرفتم. نه با تو نمیدم، با اینا میدم. ببین 2000 تومن زیاد مید. 1000 تومن بس مید دیگه. خب چون تویی 1,300 برای که رو تو زمین نماندازم دیگه، مشتری بشیم دیگه، دست درد نمکنه. خب یه ذره حرف دیگه بزن. گرفته. هیچ غلطی نمتونی بکنی. کیبون این حرکت بود تو بکنی بابا موامونو وکشن نابود باشم این کیبون. اصلا نگران نباش، بدونی چه شد این شمارش افتاد، حالا یه حمله گازنبوری بگیریم. دیوانه عصبانیش کردی تا جاشو پیدا بکنیم میزنه مادرتو میکشه. کیانوش جان نگران نباش آقا، زندگی دیگه از این مسائل پیش میاد. حالا بس همه بردارن حلقاتونه ببینیم اون شماره حساب مردش چی میدم. 2248 سب کن میرم ببین 2248 چه آشناست که. خب وای که شماره خودتون بید. دایی جان واقعا دستتون درد نکنه، شماره اینجا رو پیدا کردی، شماره اونجا رو باید پیدا میکردین. آره بابا به من چه هستن؟ خب این افتاده بود اینجا دیگه. تو یک دفعه شماره حسابش رو بر من یادداشت میکردی. به جان مادرم اگر بلای سر اون خانم بیاد یک بلای سرت میارم که برگردی با همون دامان پاک طبیعت بری تو جنگل. اشکال جان نگران نباش، اون با من. آقا تو زندگی اینقدر سرکوف نزن، پیش میاد والا پیش میاد. یه دفعه آره دیگه پیش میاد. میشه کاریش کرد. پیش میاد دیگه. الو ها این پسر انگار که مشکل داشته باشه. نه بداره این مشکل انگار فکر نکنم با شوخی باهاش بکنم. شما خودتو ناراحت نکن، نیستی که بونی من خیلی منو دوست داری، احساساتی شده. شما خونه رو دوباره وگیر، من با سردار خان صحبت کنم. خب اصلا نمیفهمم آقا 2000 تومن پولی میده که آخه این بخاطر آقا چونه بزن آخه. یک حالی ازش بگیرم بفهمه. الو گوشی بده سردار خان. بده. سلام سردار خان، شما خوب بیدید؟ خوش بگذره خواهش. من آدم رو ما بیدم. سردار خان من اینجا بیدم. ساکت نشو. گوش بگیر و این چی بگویم. تا فردا صبح 2000 تومن پول جور بکنی. همش باید 100 تومنی و باشه، گوشم و داشته باشه. اگر این کارو بکنی به ژاندارمری خبر بدی. ژاندارمری و فهمام دیگه این زنتون دیدی دیگه نبدیدی. بفهم دیگه.
دیدی 2000 تومنم پول بی کلاس منو بردی پایین. بعد گوشاتو باز بکن. خب گوش بده ببین من چی بگم. من تو ژاندارمری یه برادرزاده دارم. خب تو زیر سگم باشی تو رو پیدا بکنه پدرتو در بیاره. ببین منو آزاد بکنه. من بگوام که این برادرزادم خیلی هم خوشتی بید، من وشناسمش. اصلا من بگوام این اگه به جای تو بیدم به جای این که دخترم اومده به اون لنده هورش شیرورهاد چرمنگ و دادم به این. یکی رو خیلی راست و گفتی. من اصلا تقصیر ندارم. این سردارخان بی فکر بید. اون حالشو من بگیرم صبر کن. اصلا من بخوام برم بیرون فهمیدیم؟ پشت در پر گرگ بیده تا کیلومتر هم اینجا آدمیزاد خبری نبید. پس فکر فردا به سر ننزنه. یه چیزی گوش بده بابا من اینجا یخ بگیردم. حداقل این بخاری روشن بکن. بابا یه خود عادی خود روشن بکنی. بیا. آخه این 2000 تومن چی بید و گفتی؟ هیچ جا نبگو بگو 10000 تومن. سردارخان من بعد یارو گفتن که تو فردا 2000 تومن دادید اگه ندید خودم میکشمش. وقتی که اینو شنید سردارخان و قیافش جون تو خیلی دیدنی بود. داشت از ترس پس میافتاد. خب حق داره مگه کم پولی بید. اونم بالا شاخ شمشاد. حالات دیگه اون شما نمیدونم. بعدم یاور تغلر گفتش کسی حق نداره این پولو بهش بده. اگه شده خودم خونه به خونه بگردم یارو رو پیدا میکنم. و ولی جون تو قیافه لیلونم دیدن داشت. گفت من اینا رو نمیدونم. اگه یه موثر مامان من کم بشه من همه تون رو میکشم. حالا چه عزیز شده این شاخ شمشاد. من که وگوام اینا همش نقشه خودش بید. و خود معروف بشه مورد توجه واقع بشه. وگرنه اگر هر ننه قمری رو تو براره ودستن خب واسه آزادیش 2000 تومن ودن بهش دیگه. حالا چرا شاخ شمشاد؟ حالا تو تاغرانم گفته هیچ کی تنهایی از خونش بیرون نیاد. آخه میدونی چه خطرناکه دیگه. منم باید برم بالا. آخه میدونی اون بخش عملیاتی مخابرات یعنی نجاتش زیر نظر منه. تو هم مواظب. حالا اینو خاموشش کن. این 10 دفعه گفتم این گاز و مصرفش رو کم کن بابا گرم شده. آخه شلش قشنگ بیده. حالا تو هم مواظب خودت باش که من برم بالا. ای شوخ شمشاد. بوا چرا همینجوری دست رو دست برداشتی وشستی؟ آخه یه ذره معرفت رو بکن. باشو یه پولی جور بکن برو موامو از اون تو در میار بوا. اصلا لیلون خانم ما نباید تصمیم خواسته های اون دیوونه ها بشیم. چه تصمیمی وجود داره که اگه پولو بهشون بدیم شاخ شمشاد خانمو سالم تحویل ما بدن؟ اصلا نباید بهشون باج بدیم. آقا قربون آدم چیسمم. ببین من اصلا همه حرفای تو رو تایید میکنم. ببین الان همتون باشین برین خونه هاتون. من خودم اونو یه جوری حلش میکنم اون با من. کیوان جان آیا صدای اون طرف مقابل برای شما آشنا نبود؟ صداش خیلی شبیه این کیانوش بود. آخه چرا مزخرف میگی؟ من که اینجا نشسته بودم که. چرا چرت و پرت میگی؟ سلام. خوب بیدی. سلام و زهرمار. تو کدوم گورستونی میباشی؟ فکر نمیکنی که در ژاندارمری به وجود منحوس تو ممکنه نیاز باشه؟ من از وقتی که وشیدم این آدم رو با بدبخت بیچاره این آدم چلمنگا رو دزدیده رفته دنبالش شاید پیداشو بکنم. حالا خب چه خبر چی وشو خبر؟ یه لحظه یک نکته این وسط بسیار بسیار مشکوکه. چرا این آدم رو فقط 2000 تومن میخواد؟ یعنی انقدر ابلهه که برای 2000 تومن خودشو انداخته تو دردسر. نه اولا آقا چرا توهین نکنی؟ درست رو حرف بزن. و دوما که خب حتما یکی وقتی به اندازه نیازش پول احتیاج بده آدم ابلهی بیده. سومش آدم جنتلمنگی بید. بس بنده و حلقتونم. چه 2000 تومن چه 2 میلیون تومن فرقی نمیکنه. مهم اینه که ما نباید تسلیم خواسته های شوم اونها بشیم. یعنی تو حوزه استحفاظی من نباید آدم رو با موفق انجام بشم. آقای تغلر شما هم که فقط نگران حوزه استحفاظی خودتون بینید. پس تکلیف موامه که اون توپ میدن چی بشه؟ کی جواب بده؟ آقا راست بگو اگه عمه خودت هم این کارو وکردی خب حتما پول لازم نداره دیگه. ابله نگاه کن.
ابله نگاه کن، تو ناسلامتی مأمور ژاندارمری میباشی چرمت. شاید پول لازم و داره، گناه و داره، بدبختش. خب یه پولی کمک بکنید بره پیکانش. گوش کن من با تغرل موافقم. اصلا نباید به اینها پول زور داد. باج به اینا نمیدیم. واقعا که دلم بخواست فقط سالار خان الان اینجا بید، هم به اونا 2 سود پول جور را کرد و داد، همین که اصلا به پلیس خبر نداد. اون عاشق شادونه بید، اون لارج بید. از بس که این سالار خان ترسو بید. من وقوام اصلا بهش پول نوردیم. چه پول نوردی؟ خب میگم لیلون خانم، شما مطمئنی که این سالار خان پول میده؟ بله من بشناسمش، عروسش بیدم. مثل اینا بی عاطفه نبید سالار خان. خب اجازه بدین من یه فکر اساسی کردم، یک نقشه طراحی کردم. بله اجازه بدین من بهتون میگم. خب اجازه من برم. خدوگر میری سرتین گوساله مندازه پای میری بدون اجازه. حرف خب من برم یه سر نخی چیزی پیدا بکنم شاید به درد بخوره. خب چه عجب به فکر انجام وظیفه افتادی. برو ولی کس بوی نبره. حتما. بفرما. ما این پولی رو که در واقع آدم ربا یا آدم ربایان خواستن جور میکنیم، با اینا یه جایی قرار میذاریم. این پول رو که در یک کیف قرار دادیم به اینا میدیم. اینا وقتی که ما رو ترک کردن رفتن به مخفیگاهشون، ما یه نفر میفرستیم اینا رو تعقیب کنه. خب بعد که شاخ شمشاد رو آزاد کردن به مخفیگاهشون حمله میکنیم. خب من فکر میکنم نقشم خیلی خوب بود، فقط جور کردن یه 20 تا 100 تومانی که توی برره گوشه داشته باشه یه مقداری مشکله. ها و شنیدی که این آدم رو با 20,000 تومان و خواستن واسه آزادی شاخ شمشاد؟ 20,000 تومان؟ نه بابا اینا همه شایعه بیش نبید. کلا 2,000 تومان و خواستن. تازه همونم سردار خان و گفته نمیدم. من بگوام که اینا همه زیر سر خود شاخ شمشاد بید و خود مطرح باشه خودش. در حال من بهت بگوام که این روزا بیشتر مراقب خودت و باش، تنها هم بیرون نبرو. من اصلا از خدا میده که این دزده منو و دزده. ببینم این دزدی سوری بید یا نبید. من تحتونشو در بیارم خبرت بدم. منتظر میدم. تکون نبخور. سلام شما دوست بیدید. ما آدم رو میدم. شما خوب میدید، خوش بگذره. شما خورزوخا بیدید؟ نه خورزوخا دوستای قدیمی من بیده. اصلا تکون نبخور وگرنه با این شلیوه کنه تو مغزت. شما همونی بیدید که شاخ شمشاد و دزدیدید؟ من همون بیدم. اگرم تو هم جوتو دوست وداری باید هرچی من گفتم انجام بدی. خب الان شاخ شمشاد واقعا پیش شما بید؟ تو اصلا چیکار وداری به شاخ شمشاد؟ اصلا من هرچی گفتم تو باید انجام بدی وگرنه با این شلیک و کاتون مغزت. باشه به 2 شرط. خب چه شرطی؟ اون جایی که منو ببری پیش شاخ شمشاد باید گاز و داشته باشه، گرم باشه. این قبول. یه شرط مهمتر ای بید که رقمی که درخواست کنی از سالار خان برای آزادی من باید بیشتر از شاخ شمشاد باشه. خب قبول بیده. قبول باشه. خب پس راهیو بریم دیگه. بریم. من کجا بریم؟ مخفیگاه من اینجا بیده. برو. بایستا اینجا. حالا های دستتو ور بدار. حالا برو اونجا بشین. برو. شاخ شمشاد جان. من بایی اومدم. منم دزدیده شدم. این چرا بیدار نمیشه؟ این عمرم بیدار نمیشه. من عمه شاخی خوب بشناسم. وقتی بخواه با توپ و تفنگم بیدار نمیشه. حالا این شماره خانه‌تون بده. مگه 2546 بیتا. بگم ببخشینا اینجا یه بویی نمیاد. مگه وی اومدی هتل که بخوای این بوی عطر نخود و فنوده. ساکت نشو. منم وی اومدم. چرا کسی گوشی رو بر نبرداره پس؟ خب برای اینکه کسی خانمان نبید دیگه. سالار خان رفته شهر. عجب گرفتاری و شدیم. پس من حالا چی کار نکنم؟ شماره پسرتو بده. خب آخه شیر فرهادم هم خانه نبید دیگه. اونم با بوش رفته شهر. بگوام خانه سردار خانو بگیر به همونو بگو که 5,000 تومن بدن واسه آزادی من. شاخ شمشاد جان. منم بدزدیده شدم. شاخ شمشاد جان. الو آقا شمایی؟ بله خوبی؟
کنم. آقا هر چقدر پول بخوای من بهتون بدم، فقط خواهش میکنم موهای منو آزاد نکنی. خواهش میکنم. با کی کار نداری؟ بله با دایی ببری. بله گوشی دایی با شما کار نداری. گوشی بگی باشم. بله آبچی من؟ den نامرد نانو تگه میتونی به من بدوز. نامرد زورتون به زن میرسه. الو کنو دایی چی گفت؟ میگه شادونه رو دزدیدن. تا فردا 5000 تومن پول میخواد بهش بدم نامرد. وای خاک و جوکمون وش رو چادونه. دیانوش به این رفقات بگو اینقدر قیمت این بالا نبرن. رفیقای من نیستن آقا، به من چه؟ این چرا به من گیر زده؟ یه چیزی بهش میگم ها. بس من حلقتونم. هرچی بکشم از یک روز خوشمای توی برنامه نداریم. هر روز یک روز یک مشکل پیش میاد. هر روز یک بامبول که همه شما رو بیای بدوزه. خیال من راحت بشه، دل من خنک بشه. وای خواهی بچه حالا من جواب شیر فرهادم و چی بدم؟ ای بابا تو هم لیلو خانوم بابا تو رو خدا زبون نگیر دیگه. جواب شیر فرهاده که من باید بدم که آبجیمو تنها گذاشتم. حالا شما همه نشستید دست گذاشتید رو دستم. اما یه کاری بکنی، یه فکری بکنی. بسا دیگه بسا. سری دوزی رو انداختی نامرد. هر 2 ساعت یکی رو بدوزدی. بابچا که اگر این خبر به مرکز برسه که 2 نفر انسان را در یک روز دزدیدن رو وایولدن خب بیچاره میکنن. خب من خالد بده بابا یک 6,000 تومن جور کنی، بده آزاد کنی 2 تا پیرزن ختم قائله بشه بره پیکار بود. تقرل جان صبر کن. ببین اینا با این کارشون ثابت کردن قابل اطمینان نیستن. الانم من ببین باجماج بهم بهشون ندیا. الانم همتون بلند شین بریم خونه هاتون استراحت کنید، بذاریم ما به زندگیمون برسیم تا فردا ببینیم چیکار کنیم. بخوای چیکار رکیدی همه رو داری بپیچونی؟ هیچی عزیز من چیکار میخوام بکنم؟ گفتم فردا با فکر باز بشینیم دور هم دیگه تصمیم بگیریم که چیکار کنیم، چه راه حلی پیدا کنیم. همین. خب شوهر نمینا اینجا الان ستاد بحران میباشه، ما بر چی اینجا رو خالی کنیم برش؟ تقرل جان خب این ستاد بحران ببر تو ژاندارمری. اگرم این آقا این بابا زنگ زد میگم آقا شماره ژاندارمری اینه، اونم با من دیگه. بوا قضیه اون منقل که تو اتاق بغلی بید چی بید؟ ای بابا هیچی لیلون جان، یه خورده سردم شده بود 2 گل آتیش روشن کردم گرم شم خبر مرگم. سردار جون شما شیر گازو تا آخر سر باز کردین اینجا شده این سونا سردتون شده بود. صبر کن ببینم اختیار خونه خودم هم ندارم بابا، خونه خودمه، میخوام شیر گازو تا آخرش باز کنم. گازم که مجانیه، به کسی چه ارتباط داره؟ دست درد نکنه، بالاخره که اون موها برگرده تو این خونه، اون وقت من ودونم و شما اون موها. باز من میرم بگو یه حرفا رو. سردار راستشو بگو کاریت نداری. گوش کنی بابا، این شاخ شمشاد خانوم من از گوشت قرمز محروم کرده بود. یه مدت نمیذاش لب به گوشت قرمز بزنم. گفتم حالا که نیست یه 2 سیخ کباب درست کنم به یاد قدیما بزنم تو این رگ بدمستم. همین. وای خاک و چوک، گوشت قرمز اگه موها و فهمه. شاخ شمشاد جان، ای شاخ شمشاد خب اینو ببر دکتر. خب این حالش خوش نمید، بیهوش و شده. خب شانس ما رو ببینی، این خونه خودش که 20 سال برو گنده نشسته بی حالا واسه ما بیهوش و شده. خب برو یه دکتر خبر نکن. منم حالم خوش نمید، سرم درد گرفته، مال هوای ایجابی. خب نمیتونستی ما رو یه جای بهتر و بدی؟ لعنت به این شانس. حالا من دکتر نصف شبی از کجا بیارم آخه؟ تکون و خوری شلیک بکنم. شما؟ من آدم رو بامیدم. خوب بیدی؟ خواهش بکنم دنبالم و یا نه؟ من فقط نوکاش، من نوخوام ناکام از اونجا برم. بس دنبالم و یا این 6,600، این 6,700، اینم 6,800. 200 تومنش کم بید. حالا او 200 تومن تخفیف میگیرم. بله تقرل اینجور نبشه که شما نصف شب بیای پول بخشدار رو خالی بکنی یا بدون حضور آقایون بخشدار. جان سال ول کن دیگه، الان یه حالت فورس ماژوره.
من نمیتونم اینجوری احساس بدم که شما پول بخشاری رو وردار بری. من از کجا بدونم که شما این پول رو برای اون آدم رو بخوای ببری؟ دیگه شورشو داری در میاری. کتا پرت شمپه. زیاد حرف بزنی با هم یکی بزنم تو پرتت که پرتت کوپه بکنم. آقا جان شروع نکن. جان درست میگه. اینجا بخشاریه تا قرون آخرش حساب کتاب داره. شما لطف کنین به اون آقایون آدم رو بگین بیان پیش بنده، پول از من تحویل بگیرن، بنده بهشون رسید میدم، تا قرون آخرش هم اینجا حساب کتاب میکنم و صورت جلسه میکنم. اینجور سالار جون و سردار جونم که نباشم ما خیالمون راحت تره. بله. حالا این سوس کم بر من آدم شده. شیطونی میگه که بزن تو مخش. خواهش میکنم بابا شلوغش نکنید. خیلی راحت بید. یه رسید ونویسین، من امضا کنم. بالاخره هرچی نباشه من سیک ندارم. امضای من از همه شما معتبرتر. این ور شد یه چیزی. اقلا دختر خودش بود، ما هم خیالمون اینجا راحت بگیم. بله خب ایشون هم رسید میدن و خیال شما هم راحت. دادم برسید. خاک من چشم شدم. الان تلفن وزدن تاقل و گفتن که دکتر جکونو من دزدیدن. وای که پول ندیم، اگه تو فردا پول نمیدیم بکشنه. چه بکنم؟ خاک من جون که موشم. چه بکنیم حالا؟ نخه این نفهم ولکن نیست. برو تو برو دیگه. خب ماشین و اینم دکتر. این چی بید؟ این بخاری اصلا دودکش نداشته بید که. این خیلی خطرناک بید. گاز سئون اینجا رو پوپور کرده. چیکار نکنیم؟ خب من که اصلا نفهمیدم بوی گازو که این از بس این توبره بوی نخود گندیده ولی اصلا من نفهمیدم. حالا درست وشه شد یا نه؟ درست نوشه. این فقط باید خاموش وشه. صبر کن. چی کار بکنیم ما سردمون بید؟ خب ما اینو نبدید خاموشش نکرد که شما راحت باشی بیهوش نوشی. خب این حرف عالیم نبید. باید یه فکری بکنی. اسیر که نبیدیم، ناسلامتی گروگان ما رو برگرفتی. راست بگو. من خیلی هم گشنم بیده. برو یه چیزی جور بکن و خوریم. راست بگو. الان من از کجا بیارم؟ چی بخوری؟ خب چی بخوری واسط بیارم؟ خب الان کله پاچه فقط. کله پاچه من کله پاچه دوست ندارم. یه چیز دیگه دوست ندارم. خب من چی کار کنم؟ این لعنت به من اگر بخوام من یه بار گردون خود نکشم. پسر جون من اصلا نودونم که تو کی بیدی و واسه چی ما ستال دزدیده بیدی. این بدبخت که اصلا شوهرش شهر بید. اینم که اصلا این شوهرش عمرن بابتش پول بده. منم که در بساط نودارم که نوم زدم بلقیس خانوم بابتش به تو پول بده. تو مگه طبیب نبیدی؟ مگه پول نداری تو؟ ای آقا اون مال دکترای متخصص بید. ما دکترای عمومی که در بساط نوداریم ول معطریم. تو برو یکی رو بدوز که خودش پول داشته باشه. خب کی مثلا؟ کیوون سلام. خوب بیدی؟ چی بیدی؟ من باید کار ندارم من. بیا پول توش بید. پول بخوای؟ پول بیا به پول بدم. بیا بیمر. خب خوب بیدی، سلامت بیدی. دلمون تنگ برات شده بود. الهی قربونت بره. اینقدر دلم برات تنگ شده که نبگو. وگو هم این با چند لفتش وده. 2000 تومن پولی بید. پول این جوون مردم وده سرگردونش نوکنه. خاصلت این بوها خسیس بید. من هی بهش بگفتم موها ارزشش بیشتر از این بید. گوش نکرد که. هی گفت این نه این پول بدم این دوزا پرو بشن. این آدم رو باه. تازه شما که نبیدی و خواست گوشت قرمز بخوره. ای خاک و چود گوشت قرمز بخوره. خودم بر وگردم پوست از سرش وکنم خودم کبابش وکنم. بابا این غذای ما چی وشد؟ مگه داره پیوسته نکن نک درست بکنی؟ قول بزنن هی آخه. گوشتگی دو چوبسکو مال کی بید؟ مال من بید. تخت حلقوم مال من میداده. تخت حلقومش غذای رژیمی منو برداشتم به من بده. خود رژیمی شما دست شما در نکنه که خیلی چربید. ببخشید من معذرت میخوام. شما چی؟ یه نوشابه مشکی بر من وگیر. این اکیلو من پایین نبره. مؤسسات که نبری آوردی. یه زردم واسه من بگیر. برای من دایت بخر. من آب مدنی بخوام فشو. حالا ببین این همه شما درخواست بداری بابت شما پول بدن دیگه. اگر پول برسه خودم باید بگیرم. بله عزیز من. بله
ای مرد گنده که گریه نمیکنه که. بسیار خوب باشه. من نمیفهمم با گریه حرف میزنی، من نمیفهمم. بعد باشه بسیار خوب. چی شد آقا کیانوش؟ اتفاق بعدی افتاده؟ نه اتفاق بدی نیفتاده. میگه اینا منو دیوونم کردن، تا نیم ساعت دیگه اگه پولو نیاری هم خودمو میکشم هم اینا رو. یه لحظه اجازه بدی. یه بار دیگه باز گریه میکنه. یه دقیقه باز. آره بگو. ببین حساب ما چقدر شد. از اول با هم حساب میکنیم. بله شاخ شمشاد بله 2000 اونو میدونستیم. بله شادونه 2.5. دکتر 700 تومن. کیوون 7000 تومن. چه خبره؟ کیوون 7000 تومن برای چی؟ گریه نکن گوشی. درست حساب کرده. کیوون عزیز دردونه از همه محبوب تره، فکر کرده بابتش بیشتر پول میدی. بسیار خوب باشه. تو همون کیف شاپور بدیم بیاره. بسیار خوب باشه، همون سر قرارمون. شما گریه نکن من درست میکنم کارو. بسیار خوب باشه شاپور میاره. همونجا باشه. خداحافظ. ببینم قضیه این شاپور چی بود دیگه؟ میگه که کیفو بدین شاپور. این به جون خودم این آشناس هممونو میشناسه. میگه شاپور بدین کیفو بیاره. آقا جون من چرا منو انتخاب کرده؟ خب اینم آدم. آقا جان من دیده تو لاغر و مقمقو هستی، گفته ای درگیر بشین حریفش نمیشی دیگه. خاک و جوش مگه قرار درگیری هم بشه؟ نه خانم، این شاپور پولا را میبره تحویل میده و میره. اون وقت سرجوخه که در یک گوشه پنهان شده دنبال اون میره، یواشکی میره مخفیگاهش را پیدا میکنه. مخفیگاهش را که پیدا کرد اون وقت ما با یک حمله گازنبوری ترتیب قضیه را میدیم، گروگان ها را آزاد. نقشه خوبه نه؟ ببخشید این نقشه من بود، من اینو گفته بودم. چی رو نقشه من بود؟ چرا همیشه رو میخوای به اسم خودت بزنی؟ جناب طغرل نم زحمت کشیده نقشه جور کرده، حالا میگی نقشه من بود. باباشید جاشو پیدا کردم. مخفیگاه یارو رو پیداش کردم. آره آدم حرف بزن ببینم چی میگه. مخفیگاه کیه پیدا کردی؟ باشید داشتم تو کوچه راه میرفتم که دیدم کالای دکتر افتاده یه جایی یعنی دم یه دری. فکر کنم اعمار سردار خان بود. بعد رفتم جلو گوشمو گذاشتم رو در، دیدم که یه نفر داره گریه میکنه. فکر کنم خود نامرد آدم رو بود. بعدش که یه خورده گذاشت دیدم یکی هم داره میخنده. صدای خنده آبجیمو شناخته دیگه خودشه. دیگه نباید علی میگم پاشی پاشی ببین کجاست خزینه ما نمیاره. انبار سردارخان همینجاست. من که نگفتم موال سردارخان اینجاست. منم میدونم انبارشم. بله. سرجوخه. بله قربان. تو شاپور بیرین از اون طرف از در پنجره میری داخل. بله. من و جان نثارم از این ور میریم. به قول معروف اینا رو حمله دوکاردی میکنیم. دوکاردی چیه قربان؟ اون مقرازیه دیگه. برو بیا. مقرازی چیه آخه؟ گازنبوری. ببری کو. فکر کنم رفته که تفنگشو بر بکنه. ببری هم که آمد از این محل. ببینم شما حال شما خوبه؟ شما در نکنه ما خوبیم. الان ما که بخوردیم که شاپور اینا رو ببر به خانواده هاشون برسون. کجا بیدین داشت ما رو بکن؟ برو دکتر دیگه برو. پس آدم رو کو؟ نه اومد بیرون فکر کنم فرار کرد. یعنی نکشتیش؟ نه جون تو. بابا تو اینقدر دوددم رای کردی که اصلا چشش نبینه، چه برسه آدم ریبا. آره بابا. خب قربان ما با عزتون میریم این خبر خوشحالی رو به خانواده هاشون بدیم. برید همه برید. با اجازه. بریم. تو هم برو که محافظت کنی.
ها سلام تغران. سلام و زهره برکاته گوری بودی تا حالا. ببخشید دیگه جایی و بیدم دیگه. خود تو الان از او برآمدی کسی را ندیدی که فرار کنم؟ کی مثلا اون وقت؟ یه مرد خیکی. خود آدم رو واره میگم دیگه. خب نه نودیدم، هیچ کس اونجا نودیدم. خب گوش کن ببین چی میگم. از این محل اتفاق که جرم اتفاق افتاده از این صحنه نه کس وارد بشه نه کس خارج بشه که من بعدم بیام اینجا انگوش نگاری بکنم. طرف خودی بوده، 100% خودی بوده. من اثر انگوشش اینجا افتاده، من انگوش نگاری بکنم طرف پیدا بکنم. بابا چشم انگوش نگاری و خود بکن. من غلط بکنم و خب یه بار دیگه گرد نخود بکشم. من غلط بکنم و خب یه بار دیگه گرد نخود بکشم. غلط بکنم و خب گرد نخود. سحرناز 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 خانوم سحرناز 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 نه سالار سالار خان سالی در خونه تو چرا بازه؟ سالار سالی شادونه خانوم سحرناز خانم شما اینجایین؟ کجا رفتن اینا؟ کجان اینا؟ کجایی؟ سهراب دکتر طغرل سرجوخه سردار کیبون کجان اینا؟ سردار شیر فرهاد لیلون کجا رفتن اینا؟ شاپور جان نثار که پیداتون شد. من دلم هزار راه رفت. کجا بودین؟ آخر سرمان رفته بودی
این فسا سینما. یعنی همه مردم برره با هم رفته بودن سینما. یه فیلم عبرت آمیزی آورده بیدم به نام پرستوها بلانب بازگولنز. خب این که در واقع فامیل خودمون اینو ساخته، چرا منو نبردین؟ اتوبوس جا نداشته بید جیگر قربونت باشم. کیانوشان اون با من اصلا جای تو نبود، اتوبوس پنچر شد، خود ما هم صاحب سینما رامون نداد. عجب راست نگو، ما هم عصبانی و شدیم و زدیم شیشه های سینماشون رو وی بردیم. کاش میدی و دیدی یارو اینه بود و لرزید. ببخشید اینه چی میلرزی؟ بود دیگه، تو نمیدونی بود چی بید؟ من؟ نه نبدونم بود چی خب بود. بود یه درختی بید که برگاش سرازیر بید. بود مجنون نباشیدی چی گفت؟ آها بود مجنون، خب طبیعیه بود مجنون. بله کیوون این چیه با خود آوردین؟ چیه این؟ این تماشاگر بود. آفری بو عقلت کیوون قربونت باشم. این دوهاشه من اینقدر خوب فکر کنه انگار که سیکل نداره. نه ترس اون با من، حالا همه بریم تو کافه بشینیم تعریف کنیم. سهرناز کسی ندیده؟ سهرناز کو زن من کو، سهرناز کو. بخور حرف نبزن تا کور بشه. من خیلی عذر میخوام که مزاحم وقتتون شدم، مخصوصا از شما سالا جان. عذرخواهی میکنم چون که این هفته نوبت استراحت شما بود. بهتر این بود که حرفت واقعا مهم بیده باشه. بله حتما مهمه. من از دیشب تا حالا دارم فکر میکنم که چرا یک برره‌ای برای اینکه فیلم ببینه و سینما بره باید تا فسا را بره. خب بلکه سینما تو فسا بی. آقا کیانوش اینم وشو سوال. گویا من سوالم رو درست نپرسیدم از شما. ببینید من میگم که چرا یک برره‌ای برای اینکه به سینما بره در برره به سینما نره. بلکه تو برره سینما نداشتیم. خب دقیقاً همینه. ببینین برره نه سینما داره، نه کتابخونه داره، نه سالن موسیقی داره، نه تئاتر داره. به خاطر همین یه برره وقت بخواد یه فیلمی ببینه باید تا فسا بلند راه بره. اون وقت این وسط یه حوادث غیر مترقبه ای هم راه میفته، مثلا همین پنچر شدن این اتوبوسه. اون وقت کل برنامه‌تون به هم میریزه، کلی وقت و هزینه و همه چیتون هم از بین میره این وسط. چرا درست بگویی کیانوش. خب صداشون کاری نداشتم دیدی. قربون تو برم بچه‌ها به کارتون برسن، امروز کلی کار داریم. سردار جون ببخشید جسارتاً اون پرونده این بنده خدا پسر سهراب پرونده وامش شد به تو جریان بندازی که خیلی گرفتاری. تو شروع کردی ها. گفتم اون با من. خداحافظ. ببخشید سلام خب حرف تو وزن دیگه. ببخشید من اصل حرفم هنوز باقی موند. نگفتی هنوز. نه هنوز نگفتم. من پیشنهادم اینه که یک مرکز فرهنگی در برره تأسیس کنیم. پیشنهاد من اینه. یعنی سینما. ببینین هم سینما هست، هم تئاتر هست، هم یک سالن موسیقی، هم کتابخونه، به یک جایی مثل خانه فرهنگ برره. احسن بابا. این فرهنگ وگویی چه معنی ودی؟ یعنی شما نمیدونین فرهنگ چیه؟ چرا ودونه؟ پس چرا میپرسید؟ من نمیدونم. البته بنده رادیکال بگیر از اینجا. اجازه بدین. شماها که اصولا از فرهنگ بویی نبردین. نه غیر از من. بسیار خوب. ببینید فرهنگ به مجموعه علم و ادب و دانش و تعلیم و تربیت و آثار علمی و هنری و ادبی یک جامعه میگن فرهنگ اون جامعه. متوجه شدین؟ ببینید اگر یک جامعه دارای فرهنگ بالایی باشه این جامعه متمدنه، این جامعه داره به سوی پیشرفت گام برمیداره. پیشرفت چه معنی وده؟ اینا رو ولش کن، اصلا نمیخواد بدونی پیشرفت چیه. فقط اینو بدونین که تمام مشکلاتی که یک جامعه داره از عقب ماندگی فرهنگیه و جوامعی که حرف از خود در بر نکن. این چکمت وگوام این فرهنگی که تو وگویی پول توش بید یا نبید؟
بله پول توش بید. پس من با فرنگ موافق میدم. خیلی خوب، پس بقیه‌ش هم با من تصویب شد. چاپو جان زنگ بزن مرکز برای بودجه. زنگ بزن. من میرم برای فرهنگ. اینجا مال کسیه؟ نه خیر، زمین خداست. فکر میکنم همینجا خوب باشه. بیدا مبارش بیدا اله مبارش بیدا. جان نثار سنگین باش دیگه. صبر کنید، پس اینجا باشه خانه فرهنگ ما، یعنی برره. کاش الان یک کلنگی برداشتیم، همین الان کلنگشو وزدیم. قربونت باشه. بله این کلنگ. بفرما کلنگ. خب حالا به مهمانت و مبارکی با سردار خان کلنگ فرهنگسرای برره رو بزنیم. یه لحظه کاش که بیلم میآوردی همینجا خاک برداری میکردی. بیا اینم یه دونه بیل. پس دیگه وقت رو تلف نکنیم. ببخشید خیلی حوث هندونه کردم. هندونه هم خدمتون هست؟ الان وقتی هندونه بید، فصل هندونه بید. خیالم راحت شد یه هندونه هم بهمون میداد. شوخی وقت کردم. بیا اینم هنده بود. خب حالا یک بار دیگه تکرار بکنم. به مهمانت و مبارکی اینجا باید شد فرهنگسرای برره. ساکت باشید. گوش بکن آقا، گوش بکن. اینجا محل فرهنگسرای برره بیچی. بسیار بسیار عالی است، بسیار بسیار عالی است. احسن. خیلی خوب آقا، اون رمانو بکش. گیچی بعد گیچی من گیچی ندارم. بفرمایید آقای مهندس. قبل از اینکه فرهنگسرا رو افتتاح بکنیم لازمه که در رابطه با خصوصیات فرهنگسرا خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ببخشید در خصوص چیه؟ در خصوص تأسیس فرهنگسرا. اینا برای چی میخندن؟ اینا مهندس جان از آمدن شما خوشحالن. احسن بسیار عالی. خب در خصوص اینکه اونایی که بنده رو نمیشناسن لازمه که خودم رو معرفی بکنم. بفرمایید. بنده مهندس ساسان سمسامی ماسال هستم. ببخشیندا من شخصا متوجه این اسم شما نشدم. یه بار دیگه بنده ساسان سمسامی ماسال هستم. رئیس سازمان فرهنگسراهای استان‌ها. اتفاق خاصی افتاده اینا میخندن. مهندس جان نگران نباش، اون با من. ببین این یک رسم قدیمیه در برره. آقای مهندس مردم برره اینجوری از خودشون احترام در کنن. عجب رسم پسندیده‌ای دارن. من نیومدم سخنرانی بکنم، اومدم یه سپاسگزاری مختصر از سردارخان و سالارخان داشته باشم، همینطور آقای استقرارزاده برای احداث این فرهنگسرا و بهتون بگم که در راستای سیاست گسترش هنر در سطح کشور فرهنگسرای برره لزوما هر حرکت فرهنگی حمایت گسترده‌ای برخوردار است. مطمئنید اینا حالشون خوبه؟ باور کن مهندس جان اینا خیلی خوشحالن. در همین راستا همین بس بنده سناتور سابق مجلس سنا و در حال حاضر رئیس سازمان فرهنگسراهای استان آبی باشم و همین بسیار خوشایند است که به خاطر مسئله استراتژیکی خاص مسئله فرهنگسراها در سطح کشور است. احسن ای مهندس، ای فس نکن، ای سناتور.
ببخشید آقا مهندس، یه سوالی داشتم. این تفنگه است که پشت سرم از خودش گلوله در کنه، اسمش چی بی؟ مسلسل چه؟ ببخشید اسم این پهلوانی که عاشق دلیلوی چی بید؟ سامسون. وگو همون تیم فوتبالی که پیرن قرمز و پوشه اسمش چی بید؟ پرسپولیس. سربکیری مهندس پایتخت ایران چی بید؟ تهران. خب از همتون سپاسگزارم، واقعا مردم دوست داشتنی و پسندیده‌ای دارید. حالا فرهنگسرا رو به نام نامی اعلی حضرت افتتاح میکنم. و حالا از آقای استقرارزاده سرپرست محترم فرهنگسرا خواهش میکنم در رابطه با برنامه‌های این فرهنگسرا برای ما صحبت کنن. ببخشید مهندسون چیکار کنن؟ صحبت کنن. بسیار خوب، اجازه بفرمایید. بنده قصد سخنرانی ندارم، ببخشید وقتتون رو میگیرم، تو این سرما نگهتون داشتم بیرون. یه سری برنامه‌هایی ما طراحی کردیم برای فرهنگسرا که من خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که برای همه مورد استفاده قرار بگیره. کلاس‌های روزنامه نگاری و ادبیات معاصر جهان هست که خود بنده تدریس میکنم. کلاس ادب و شعر برره هست، استاد بگور برری زحمت تدریسش رو میکشن. کلاس قالی بافی هست، بانو بلقیس جکور زحمتش رو میکشن. و کلاس شطرنج که توسط استاد بین المللی شطرنج شیر فرهاد پایین برره تدریس میشه. عذر میخوام جناب استقرارزاده، سینما ندارین؟ وقت کی برای ما فیلم نمایش بده؟ سینما احتیاج دارن. شاپور جان اون با من بالاخره یکی پیدا میشه نشون میده دیگه. سینما خدمتتون عرض میکنم، اجازه بدید. در ضمن ما یک کتابخونه ای هم داریم که فعلا 17 جلد کتاب بیشتر نداره. جهت عضویت حالا من خبرتون میکنم که چیکار باید بکنیم و فرم پر کنیم. برای نمایش فیلم هم باید خدمتتون بگم که یک برنامه‌هایی داریم ما هفته یک بار فیلم نمایش بدیم. و خبر مسرت بخشی که دارم اینه که امروز افتتاحیه در واقع فرهنگسرا با نمایش یک فیلم هستش به نام بهداشت دهان و دندان که در محل موقت فرهنگسرا، یعنی در منزل سردارخان، این فیلم تا لحظاتی دیگر نمایش داده. بس چه فرهنگسرایی بشه این فرهنگسرا. بهداشت دهان و دندان از مهمترین بهداشت‌ها محسوب می شود که رعایت آن بر همه اقشار جامعه لازم می باشد. در صورت رعایت بهداشت مذکور شما دارای دندان‌های سفید و تمیز همچون دندان‌های بانو سفید دندان خواهید شد. ولی اگر دندان‌هایتان را بهداشتش را رعایت نکنید صاحب دندان‌های کثیف و کرمو چون آقای سیاه دندان خواهید شد و یا حتی چون آقای کج دندان دندان‌هایتان کج و موج خواهد گشت. با مسواک زدن دائم دندان‌های خود از خطر پوسیدگی در امان بدارید. در صورتی که خمیر دندان به چشمتان رفت فوراً چشمتان را با آب سرد بشویید. بهداشت دهان و دندان از مهمترین بهداشت‌ها محسوب می شود. واقعا فیلم قشنگی بود. من که تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی فیلم عبرت برانگیزی بود. این فیلم به من درس زندگی و داد. سلام علیکم. سلام علیکم. اینم لیست. سلام. خب حالا من با این لیست چیکار کنم؟
خب این لوازمی که برای فرهنگسرا لازم داریم. ما الان صندلی برای سینما لازم داریم، تخت سیاه لازم داریم، 40-50 جلد کتاب لازم داریم. آقا جان من کیانشان پولمون کجا بود؟ حرف میزنی ها؟ همین دیروز شما بودجه گرفتیم برای فرهنگسرا. معلومه که این کاره نیستی اصلا آقا کیانوش. هر کاری رو که بودجهشو خرج خودش نمیکنن که اولویت بندی داره. ما اونها رو خرج طرحهای عمرانی کردیم، بودجه کارهای عمرانی هم خرج اماکن ورزشی کردیم. عجیبه مگه طرحهای عمرانی خودش ردیف بودجه نداره؟ عزیز من داشت، ما اونو خرج اصلاح بذر نخود کردیم، بودجه اصلاح بذر نخود رو هم خرج اماکن و تأسیسات ورزشی کردیم. حالا من باید چیکار کنم؟ بابا جان قراره یک بودجه برای امور درمانی برسه، ما اونو چیکار میکنیم میذاریم برای خرج فرهنگسرا. عجیب، یعنی مردم تا 1 ماه 2 ماه دیگه بودجه درمانی بیاد رو زمین بشینن تو فرهنگسرا؟ عزیز من اونش با من، ولی قرار بود این فرهنگسرا خودکفا باشه آقای کیانوش خان. اینجوری ولی به زد لای جرس میخوره. آقا تا این فرهنگسرا بیاد به خودکفایی برسه بنده دیسک کمر گرفتم مردم. من بدون میز و صندلی کار نمیکنم آقا. آقا جان کیانوش سر شما از وام فرهنگی استفاده نکنید. بله کاملا درست میگی. مگه وام فرهنگی داریم؟ بله اجازه بده من دفترچه رو وا کنیم پرونده وام. ببین عزیزم ما همه رو وام داریم. وام تجهیزات کشاورزی داریم، وام خرید تراکتور داریم، وام ازدواج داریم. متوجه شد؟ سلام. های اسم وام باشینه، وام ازدواج هم بده. برو بیرون بابا، برو بیرون. برو آقا جان برو. داشتم میاد. بله بیا تو. بله وام ازدواج داریم، وام طلاق داریم، وام مسکن داریم، وام خرید خودرو داریم، وام صافکاری خودرو داریم، وام رنگکاری خودرو داریم، وام شیشه پنجره داریم، تازه وام داریم برای پدر مادرهایی که بچه‌هاشون شیطونن. همه اینها رو داریم. آره و این وامی هم داریم که برای خرید صندلی برای سینما که این تعدادی که شما میگی رو زمین نشینن. بله. خب بدین این وامو من برم پس بی زحمت. عزیز من باید ردیف بودجهش تعیین بشه، ما از مرکز درخواست کنیم بعد بودجهش بیادش. قربونت برم نمیشه که همینجوری بدیم بریم به شما که آخه عزیز من حرفی میزنی ها. کیا جان در جنگ جهانی دوم متفقین بر علیه کدام کشور میجنگیدن؟ بگو شما بگو. فسابید. عزیزم فسا که کشور نیست، این کشور راهنمایی تو میکنم، این کشور در اروپا هستش. من بدونم سوئد. آفرین سوئد تو اروپاست. سوئد تو اروپاست. نه یه راهنمایی دیگه. من ببینی اولش آ آل آلمان. البته من بخواستم بگویم ما یادم بره. حالا در اون زمان در آلمان کدام حزب سیاسی سر کار بود؟ سوئد. نخیر. کیوون؟ آلمان. بله آلمانی بودن، اونا آلمانی بودن. اسم حزب رو میخوام. سوئد حزب نیست؟ نخیر حزب نیست سوئد حزب. ببینید ناز. من بخواستم بگویم ناز بید. نازی ها. بلند شیم بریم بیرون. بلند شیم بریم بیرون. بهداشت دهان و دندان ببینی. بلند شیم بریم بیرون. خب گوش بدید، اینایی که بگوام شما تکرار بکنید. وژولم وژولی وژوله. وژولم وژولی وژوله. وژولیم واژولن وژولنسج. وژولیم واژولن وژولنسج. تو چرا تکرار نبکنی؟ من حوصلم سر برفت. میخواهم برم بهداشت دهان و دندان ببینم. زود درس تو تمام بکن. تو این فعل یاد نبگیری از فیلم خبری نبید. نه من حوصلم سر رفت. من برم. داری منو عصبانی بکنی یا؟ مثلا اگر عصبانی بشی چه بکنی؟ بشین سر جا. گوش بدید تکرار بکنی. وژولم وژولی وژوله. وژولم وژولی وژوله. وژولیم وژولنس وژولنس. وژولیم وژولنس.
بس شرط در بک مسخره اینا فیلم شما پخش نکنید. آی دیگه چه فیلمی بید راست نگوی دیگه آقا کیانوش این چه فیلمی بید؟ مگه ما بز بیدیم؟ این مزخرفا چیزی بید برای ما پخش نکنید؟ راست نگوی دیگه. ببخشید به رزمنامه پوتمکین میگی مزخرف؟ راست بگو دیگه حوصلمون سر برفت. عوضش بکنی یا اینجا رو سرت خراب بکنی. راست بگو. یه دقیقه نگرد و فیلمو ببینم. چراغا رو بده. این رزمنامه پوتمکین یکی از شاهکارهای تاریخ سینماست. یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما این فیلم رو ساخته. سرگئی آیزنشتاین رو بگویی؟ کیوان تو آیزنشتاین رو میشناسی مگه؟ نه چطور مگه؟ هیچی معذرت میخوام، اصلا من حرف بیخودی زدم. ببینید ممکنه که دیدن این فیلم ها یک کمی براتون ثقیل باشه، ولی دیدن سطح سلیقه فرهنگی شما رو میبره بالا. یعنی براتون خوبه که ببینید. متوجهین که چی میگم؟ ما از این فیلم ها نبخوایم، ما فیلم عبرت آموز بخوایم، مثل بهداشت دهان و دندان ها. ببینم دوست دارین دوباره فیلم بهداشت دهان و دندان رو ببینید؟ معلول اون فیلم بهداشت دهان و دندان رو بذار تو آپارات. بذار. از مهمترین بهداشت‌ها محسوب می شود که رعایت آن بر همه اقشار جامعه لازم است. دورو جان، امروزه در زمینه‌های انسانی نظریاتی ارائه میشه که بعضاً از وقوع و حدوثشون آگاهی در دست نیست. در چنین شرایطی هستش که در واقع تحلیل انتقادی گفتگوی انگیزه ها به امری توجیهی، البته نه الزاماً توجیهی بلکه توضیحی تبدیل میشه. متوجه شدین شما؟ راستش خیلی نه. از اونجا که زبان محل اجماع قدرت و دیگر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی می باشد، یک رویکرد ذهنی در این پروسه بیشتر جوابگو و چالش برانگیز می باشد. این هم به خاطر اون مبحث خرخوتک مابامنش می باشد که در کنج بحث خوابیده و او خاطر میگم. به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. در رابطه با این چالش فوق الذکر میشل فوکو در جایی من آخه خسته نباشی. سلامت باشین. خب بقیه شاگردا کجان؟ کیانوشا؟ بقیه ای در کار نیستن. خب اون شومپیتای کتکله نخود مغز میگن که درس نشانه شناسی ثقیل میباشه. درس به این سادگی. بله همشون رفتن. خب ادامه بدین دیگه. من مزاحمتون نمیشم. کاری داشتین با من ها. من خواهش میکنم. بله مزاحمتون نمیشم. بفرمایید. کجا بودیم؟ راجع به میشل فوکو داشتیم بحث میکردیم سر اون قضیه چالش ها و بله خرخوتک بازی ها. میشل فوکو در جایی در کتاب نشانه شناسی خودش اشاره کرده. خرخوتک گفتی؟ بله. منو اخراج میکنی؟ واسه چی منو اخراج میکنی؟ آقا اون با من مسئله اخراج نیست، برکناریه. شما هر چی مشتری فرنگسرا بود پروندی آقا کیانوش. داره این فرنگسرا ضرر میده. بسته اطلاع جنابالی باید بگم که فرهنگسرا مشتری نداره، فرهنگسرا عضو میگیره. آقا من این حرفا سرم نمیشه. محض احترام جناب عالی، شما از این به بعد مشاور فنی فرهنگسرا هستید و رئیس جدید فرهنگسرا کسی نیست جز شادون خانوم. مادر زنجان شما زیراب بنده رو زنی؟ خب مسئله زیراب زنی نبید. من بخوام در فرهنگسرا تغییر اساسی ایجاد نکنم با برنامه‌های جدیدی که من دارم. ببخشید حالا این برنامه‌های جدید شما چی هست؟ به نظر من فرهنگ یک جور سرگرم میبید. من بخوام مردم رو سرگرم کنم. بخوام یه کاری بکنم که فرهنگسرا رو بهتر کنیم. آخه شما که اینقدر خوب موندی چرا میخواید فرهنگسرا رو بهتر کنید؟ حالا دیگه حرف اضافی بس بریم فیلم ببینیم. فیلم بهداشت دهان و دندان.
بازم دهان و دندان میخوام. سلام. چه خبر اینجا؟ این مسابقه شطرنج سیمولتانه بود. این استاد بزرگ از دوشرره اومده. نمیدونی چه بازی وکیلی. ما الان داشتن کار فرهنگی میکردن اینا؟ فرهنگی ورزشی. فرهنگی ورزشی دیگه چیه؟ اینو از خودم در کردم. ببین مردم چه استقبالی میکنن، هم پول خوبی میدن هم کار فرهنگی ورزشی. خب دلیل نمیشه هر کاریو که مردم خیلی خوششون بیاد کار فرهنگی باشه؟ چرا بی؟ خیلی دیگه داری حرف مفت میزنی. تو حرف مفت نزنی. کاری که مردم دوست ندارن یعنی فرهنگی بی. دندان انسان قلب دوم اوست. به همین دلیل است که باید از دندانهای خود خیلی مراقبت کامل نموده و روزی 2 بار دندانهای خود را مسواک بزنید. طریقه صحیح مسواک زدن به این صورت می باشد: ابتدا از پایین به بالا، پایین به بالا، پایین به بالا. اکنون برعکس، از بالا به پایین، بالا به پایین، بالا به پایین و حالا به طرفین. با این روش مسواک زدن دندانهایتان هرگز پوسیده نگشته و تا پایان همچون مرواریدهایی غلطان در دهانتان باقی خواهد ماند. بهداشت دهان و دندان از مهمترین بهداشت ها می باشد که رعایت آن بر همه اقشار جامعه لازم می باشد. چرا بازاری منم بخوام در ببینم صورت خوب. رعایت بهداشت آب دوات قیچی، آب دوات دندانهای کشی، سفید و فوت اینا، همچون دندونهای بانو سفید دندان شد. ولی اگر دندانهایتان را بهداشتش را رعایت نکنید، همچون دندانهای سیاه دندان یا حتی چونهای چشمدان من بد وگوام. همه برنامه ها که تو خونه ما بید، همه زحمت ها هم با ما بید، بعد سودشو باید اون سالارخان پوستون خودخور ببره. راست میگی. من وگوام سردارخان اینا رو همه رو بیرون وکنیم، اینجا رو وکنیم فرنگسرای بالا برره. اون وقت این یه کمی نامردی نیست؟ نه. خب پس از این به بعد اون با من این فرهنگسرا رو عشق است. خیلی خوبه. خیلی خوبه. گرم بید. اوف. خاک بچه که ما آمد شد. چی بس شده شادونم؟ فرهنگسرا ما رو بینداختن بیرون از فرهنگسرا. چرا؟ کی؟ و گفتن که ما جای اضافه برای فرهنگسرا نداریم و خواهیم یه فرهنگسرای بالا برره‌ای بزنیم. فرهنگسرای بالا برره‌ای چه جسارت ها. قصه نبخور، ما خودمون از خودمون فرهنگسرا در کنیم. چه جسارت ها؟ بابا منظورم چه خنگ بازی در کنی؟ منظورم اینه که از خودمون فرهنگسرای پایین برره در کنیم. خوبی بوی چه بیاد؟ بو کاگل بید. بوی بز نبید؟ نه بو نوچسکو مونده بید. بوی گاز نبید؟ آفرین شادینه. راست بگویی. خوب گوش بگیرید. این تحریرش میده. یاد نگرفتی؟ تو بخون. حالا بخون.
منم بس نکن حالم به هم بخونه کلاغم بدتر بخونه ها ساکت بشید ها گوش بکن خوب گوش بکن تحریرار خوب رعایت بکن فالس نبخون تو آباژور باید بخونی ها بفهمیدی ها بیام گوش کردید چی گفتم؟ این تمرکز خیلی مهم بید 1 2 3 از این ور بید حالا از این ور 1 2 3 شد و افتاد خب خوب بید دیگه آفرین آقا ای تموم شد ای خب الان تو برای من یه ادای سوسک در بیار ببین اینطوری نوشد منو نگاه کن حالا دوباره تو در بیار گرفتم دوباره من نگاه کن قشنگ نگاه کن یاد بگیری دوباره در بیار عزیزم منو نگاه کن ببین راه داره یکم ابرو رو بعد بدی اینطوری بالا گردن یکم به سمت راست بالا میره این لبم پایینش یکم بعد بالا اینطوری چه قشنگ بود یاد نگرفتی حالا قشنگ در بیار قشنگ عجله نبر از خودم تعجب در کنم و گویم او بالا نگاه وکو یه بوزه ورفته رو سردر دیوار کجا؟ حالا این نقطه مشکل شمشیر بازی بود رو تو اونور بکن ببخشید سالار خان اگه بشه این نقطه شو نوازار دیگه خیلی به رو تو اونور بکن به جون تو همه چی اصلا مزدش به این نقطه اش بی خوبی جان سار اینجوری خوبی به این مدل ببینیم بچه ها توجه بکنید فراموش نکنید حین خواراندن پادشاه باید از کلمات روحنواز و لطیف استفاده بکنیم که ما را هرچی سریعتر به اهدافمون نزدیک بکنه فهمیده؟ در ضمن بله اجازه بدید در ضمن باید از ادوات پاچخاری استفاده بکنیم مثل آلبالو شفتالو گیسی اله پامادور باید اینا رو استفاده بکنیم در ضمن اجازه بده شلوغ نبکن اجازه بده در ضمن آقا گوش بکن اینجا در ضمن باید عرض کنم خدمتتون که مواظب باشید که مورد سوژه و قلقلک نیاد چون اگر قلقلک بیاد باید از نو شروع بکنید باید سعی بکنید چی مورد سوژه رو هیچ وقت قلقلک نبرده چشم برکانه حالا برای خودتون ای آلبالو ای شفتالو بوده خوندشتی حالا درست گوش کنید و تمرکز کنید شرکت کنندگان مسابقه حواسشون من باشه